آنچه امروز در ایران جریان دارد صرفاً یک بحران اجتماعی یا سیاسی نیست. اگر از سطح وقایع روزمره فاصله بگیریم و از چشمانداز متافیزیکی به آن نگاه کنیم، با پدیده‌ای عمیق‌تر روبرو می‌شویم. فعال شدن همزمان لایه‌های مختلف کارما در روح یک ملت. کارما در معنای متافیزیکی خود مجازات نیست، بلکه قانون آگاهی، بازتاب و بلوغ است. همان گونه که انسان‌ها در مسیر رشد روحی دوره‌هایی از فروپاشی، تردید و درد را تجربه می‌کنند، ملت‌ها نیز چنین مراحلی را از سر می‌گذرانند. من امروز وضعیت امروز ایران را در 3 سطح کارمایی بررسی می‌کنم: کارمای جمعی، کارمای ملی و کارمای آگاهی. کارمای جمعی زمانی فعال می شود که احساسات سرکوب شده تعدادی زیادی از انسانها در یک میدان مشترک به نقطه اشباع می رسد. این احساسات الزاماً ایدئولوژیک یا سازمان یافته نیستند، بلکه اغلب خام، غریزی و ناخودآگاهند. در ایران دهه هاست که ترس انباشته شده، خشم مجال بیان نیافته، سوگهای بی سوگواری مانده و صداها شنیده نشدند. کارمای جمعی دقیقاً در همین نقطه فعال می شود، جایی که جامعه حتی بیشتر از آن که بداند چه می خواهد، می داند دیگر چه چیزی را نمی خواهد. نشانه بارز کارمای جمعی این است که افراد می گویند نمیدانم دقیقاً چه می خواهم، اما این وضعیت دیگر قابل تحمل نیست. در این مرحله جامعه بیشتر واکنشی است آگاهانه. این نه ضعف، بلکه مرحله طبیعی تخلیه انرژی های کهنه است. کارمای 2، کارمای ملی. کارمای ملی به انتخاب‌های تاریخی یک سرزمین مربوط می شود، به الگوهایی که بارها تکرار شده‌اند، به قراردادهای نانوشته‌ای میان قدرت، مردم و هویت. در تاریخ ایران یک چرخه تکرار شونده دیده می شود: نوسان میان معنویت و قدرت، تقدیس ساختارها به جای خرد. کارمای ملی زمانی خود را نشان می دهد که این چرخه دیگر کار نمی کند. نه روایت های قدیمی قانع کنندند و نه باز تولید آنها امید بخش. این کارما پرسشی بنیادین مطرح می کند که آیا یک ملت حاضر است مسئولیت آگاهی خود را بپذیرد؟ کارمای نوع 3 کارمای آگاهی است. کارمای آگاهی عمیق ترین لایه هاست. این کارما زمانی فعال می شود که جامعه دیگر قادر به نادیدن حقیقت نیست. در این مرحله توهم ها فرو می ریزند، روایت ها کارایی خود را از دست می دهند و انسان ها با خلأ معنایی مواجه می شوند. ایران امروز بیش از آن که در مرحله ساخت آینده باشد، در مرحله فروپاشی روایت‌های گذشته است. این مرحله معمولاً با سردرگمی، خستگی روانی، بی‌اعتمادی گسترده همراه است، اما از منظر متافیزیکی این نشانه شکست نیست، نشانه عبور از آگاهی تقلیدی به آگاهی اصیل است. وضعیت امروز ایران نتیجه فعال شدن همزمان این 3 سطح کارماست: کارمای جمعی، فقرانی، احساسی، تخلیه محور; کارمای ملی، تاریخی، ریشه‌دار و چرخه‌ساز; و کارمای آگاهی، تعیین کننده مسیر آینده. در میان این 3 کارمای آگاهی نقش کلیدی دارد. هیچ ملتی بدون عبور از تاریکی به بلوغ نمی‌رسد. کارما دشمن نیست، آینه است که در آن چه دیده نشده ها را نشان می‌دهد. ایران امروز در آستانه یک انتخاب آگاهانه ایستاده و این شاید دشوارترین اما شریفترین نوع انتخاب باشد.